غیلان یکی از موضعهای تاجیک نشین ناحیه شهر سبز ولایت قشقدریا بوده در احاطه کوههای سربفلک سیام، اوماخانه، عوض، کبود، تل و تپه های پستو بلند عین حال برف پوش با جمع مردمان با غیرت و مهنت دوست و مهمان نوازش در بلندی 2000 متر از سطح بحر جای گرفته است. طبیعت دلفریبی دارد که هر بیننده را تسخیر می سازد. هر کس شام خود را به این دهه قدیم رساند گویا به کشوری افسانه می افتد. خانه ها پشت هم و خیلی نزدیک جای گرفته با معماری دلپذیر کلاً از 2 آشیان عبارتند. مرکز ناحیه شهر سبز را با دهکده غیلان 87 کیلومتر راه وصل می سازد. محله 5500 نفر اهالی دارد و 1276 خواجگی را در بر می گیرد. انفراساختار محله غیلان بیش از پیش رواج می یابد و نقطه های خدمت رسانی به سیاحان فعالتر می گردند. عین حال 28 مغازه فروش محصولات گوناگون، 12 مهمانخانه عائلوی، 3 دکان گوشت، 3 سرتراشخانه، 7 دکان آهنگری و 3 کارگاه دوریدگری فعال بوده دیگر موضع‌های تفریحی نیز ساخته خواهند شد. در غیلان یک بنگاه تیپی که تولدگاه نیز در کنار دارد عمل می کند. بخش یاری تجلی 24 ساعت در خدمت مردم کار افتاده می باشد. غیلان صاحب 2 مکتب تحصیلات متوسطه رقم های 58 و 11 می باشد که در مجموع 859 نفر محصل محلی را فرا گرفتند. تحصیل در این مکتب ها به زبان تاجیکی جریان دارد. در نوار نبتی ما عالم ادبیات شناس روزیبای قربانیان درباره تاریخ غیلان، حیات امروزه مردم ده معلومات می دهد. غیلان مزار تعمیر شده در کارگاه محمدی نقاش یک منظره بدرد تصویر شده. این رباعی از جعفر محمد است. سال 2008 با همراه استاد جعفر همین قشلاق آمدیم و در همین دهه یک واخوری ها تشکیل کردند. تأثیرات خودشان با 10-12 رباعی بیان کردند. گرچنده اینجا ما در بلندی زیاده از 2000 متر از سطح بحر ایستاده ایم. به نظر این دهه یک دهه بسیار سبز و خرم میتابد، لیکن برای آن که تا این درجه دهه غیلان مردم به یک باغستان، به یک چمنستان تبدیل داد، این مردم بسیار عذاب با مهنت های سنگین و وزمین این دستاوردها را نائل شد. عموما مردم غیلان مردم مهنت دوست هستند، مردم کشاورز هستند، مردم باغ پرور و باغساز هستند و در همین کوهستان بلند که همگی 2 فصل به معاینه می رسد، بهار و زمستان. چرا من این فصل گپ زدم؟ برای آنکه بهار غیلان 5-5.5 ماه، زمستان 6-6.5 ماه در بر می گیرد. در این دهه حاضر من می بینیم خانه ها، این دهه نو است. این خانه هایی که از همین جا نمودار هستند بعد سالهای 70 سده گذشته بنا شده است. همچنین من در این قسمت مکتب، باغچه، این برای دهه نو و دهه غیلان کهن، غیلان دهه کهنه که میگوییم، باستانی میگوییم که تاریخ زیاده از 2000 ساله دارد و در اون پایانی، در اون تا پایان اینجا یگان خانه های دهه کهن نمیتابد. در این دهه 2 مکتب متوسطه، مکتب رقم 1 و 58 موجود است. باغچه بچگانه،
بسیار باغچه زمانوی بچگانه و یک مکتب کالج داشت اعلان. حاضر این کالج و یک آرزو داریم که این کالج به مکتب کسب و هنر تبدیل دهیم. نمیدانم تا چه اندازه راهبران گردانده ما این بینای کالج ما به ما میدهند یا نه، اینش سوال است. در این دهه بیش از 5,500 حاضر آدمان زندگانی میکنند. قریب 1000 نفر خواننده دارد. یک زمانی بود که سالهای 1998 1999 تعداد خوانندگان مکتب 1115 نفر بود. البته از یک طرف افزایش کمی اهالی، از طرف دیگر بسیار شهروندان غیلان به دیگر شهر و نواحی جمهوری و حتی بیرون از حدود ازبکستان، بیشتر در روسیه، امریکا و دیگر کشورها هم کار دارند، هم زندگی کرده ایستادند و البته اونا با امید آنکه یک مبلغی به دست بیارم آمده اینجا در دهه یک کارخانه یا یک آن منزل فراغت استراحتی یک چیزی بنیاد کنم، زندگی را نوتر سازم، نقصتر سازم. به همین مقصد البته سفر کردن. تاریخ این دهه را اگر به نظر گیریم، من همون کوههایی که بالا میتابد غلنگ نام دارد. در موضع غلنگ بسیار سنگ نوشت هایی پیدا کردیم در طول 3 سال آخر. هر سال ما با حفریات شناسان، با باستان شناسان، یعنی ارخئولوژ های جمهوری، با سروری رستم سلیمانی سفر دارم در همون کوهستان ها. اونجا بلندترین کول در ازبکستان است، کول کنکورمس میگویند. در بلندی زیاده از 3000 متر یک کول است و پریخ کلانترین ازبکستان هم که پریخ سیورساف نام دارد در پشت همین کوه سیاه. اصلا این کوه سیاه میگوییم، این کوه سیام است. نمیدانم بعضی عالمان روسیه آمدن و گفتن کوه سیام اصلا همین است. درباره اسیان مقنعه و دیگر واقعه ها این یک موضوع دیگر است. این نوشته سنگ نوشت های باستان شناسان ما تا 5000 ساله برده رساندن، چون که اونجا نوشتجات نیست. اگر مثلا 3000 سال 2000 سال پیش میشد اونجا نوشتجات هم بوده است، اصلا بزهای کوهی و دیگر نوشتجات. واقعا یک سنگ نوشته با تصویر میتر دریافت شد که در ازبکستان همگی در 2 جا بوده است. تصویر میتر یکی در آهنگران، دیگر در همون موضع غلنگ میگوییم. این غلنگ غل معنای کوههای سنگی میدهد و انگ یا آن این پسوندی جنبنده. غلنگ هم غیلان هم اینها یعنی موضعی که کوههای سنگی دارد. باز چی گویم، در این دهه تنها یک بار کشت کار میکنن دهقانان، چون که امکانیتی دوباره کشت کردن نیست. بهار کشت کار از تقریبا از 20 می تا 22 ایون، بعدی که آفتاب گشت 22 ایون دیگر موسفیدان اجازه نمیدن که ما کشت کار کنیم و همون کشت کار را تیر ماه آیا به دست میدراریم یا نمیدراریم. مردم یک تابستانی دراز در تهلکه، یک طرف دلش خاطرش به همون بند که آیا من حاصل کارتوشکا یا میوه خودم را به تلف گردآوری کرده میتوانم یا نه. انا همین هم یک مسئله برای مردم دهه. دائم این مردم در فکر و اندوه، در فکر زندگی، در فکر بهتر نمودن زندگی، در فکر تربیت فرزندان، در فکر با نان حلال عائله را یعنی بانی کردن، تربیت کردن زندگی می کند و مهنت نهایت سنگین و وزمین دارد مردم این دهه. چون که تمام باغ هایی که می بینید در روی سنگ ها خاک آورده در طول مثلا 50 سال یا 100 یا 200 باغ هایی هستند که تاریخ 500 ساله هم دارند. یک چیز دیگر باید تاکید کنم وابسته به دهه غیلان. اون طرف کوه عوض میگوییم ما، اون طرف کوه عوض سرچشمه، این طرف کوه
ما خانه میگوییم دهه کل وجود دارد. آید به این 3 دهه یک چند تدبیرها دستورهای حکومتی به امضا رسیده است. از جمله سال 2019 8 مارس قرار رقم 198 محکمه وزیران آید به اتنوتوریسم و دهه های اتنوتوریستی تشکیل دادن دهه غیلان و کل با امضای سروزیر یک دستور کار کرده برآمده بودند. من با وجود آنکه 5-6 سال از امضای این دستور گذشت، ولی اقلا تمام اون مهلت هایی که گفته بودن مثلا تا سال 2020 21 22 23 اگر اجرا شده باشد تقریبا 10-12% پیشنهادها اجرا شد. دیگر اعتبار به این سست است. اگر مسئله اتنوتوریسم بگیریم، اگر شاید که اینجا بعضی ها خواهش میکنن که توریسم های دیگر نمود، اکوتوریسم، انا توریسم گورنولیژن سپورت میگوین، این چیزها رو تشکیل کنیم. گیاه توریسم ما تشکیل کنیم میگوین. این چیزها اگر تشکیل شود اون دستور حکومت اجرا نشده ماندنش هم ممکن، چون که در ازبکستان ما باید یک پهلوهای اتنوگرافی مردم هم باید به نمایش عموم به جهانیان گذاریم، وگرنه فرق ما از اروپای جهانی شوی گفته خیلی به شتاب جهانی شویم. پگه فردا یک کس میگوید که عرف و عادت های ازبکان و تاجیکان و دیگر قوم و قبایلی که در ازبکستان زندگانی میکردن چطور بود، هیچ کس گفته نمیتواند. و درست میسازد گفت که همین دهه غیلان و دهه کولا که موافق دستور به دهات اتنوتوریسم تبدیل دادن است، این دستور را از پی پیاده کردن این دستور باید راهبران حرکت نمایند. اون وظیفه هایی که در بزیمه آنها گذاشته شده بود گرچند دیر شده باشد هم دوباره اون وظیفه های پیش چشم آورند و اون وظیفه های اجرا کردن هاشون در کار. چون که یک چند در ابتدا سال 2021 یک چند همین خیلی تدبیرها تشکیل کرده شد، لیکن همین چیز همین جاشته شد. اکنون دیگر از چیزی که من گفتنی هستم در اون طرف من کوه اوماخانه در قسمت غلنگ یک تحقیقات های گیولوژی رفته ایستاده است. اونجا گیولوژیستی رزوید که میگویند. اونجا بسیار کوه های ترکانده نمیدونم کاربرد ایستادیان. در دهه یک چند موضع های هست که برای اکوتوریسم برای مهمانان شرایط مهیا کرده شده است. توریسم دهقانی، توریسم اکوتوریسم، اتنوتوریسم و گیاهتوریسم. بینید که اینقدر زم ها بسیار شد، توریسم ها. انا با این همه امسال باز یک دستور دیگر دلشان ماندنه با نام گورنولیژن کورورت تشکیل کردن. در یک دهه کوچکی که همین چیز تشکیل میکنن، این دهه بوده شد 5400 هکتار زمین دارد که نسبی وی با ممنوعگاه هست تعلق دارد. من اونجا زپویدنیک میگوین ممنوعگاه. اونجا ما رفته اونجا کار کردن، خوب اونجا مال چراندن یا دهقانی کردن نداریم. از همین 5400 هکتار زیاده از نصفش یعنی 3000 هکتاری ویا گرفته همین به همین توریسم تبدیل دادنه. اینجا باغ ها هست، تمام باغ های گویم قسمت غربی دهه لب آب با همون کارت یعنی خریطه همون توریسم داخل کرده شده است. نمیدانم حکومت تا چه اندازه ما جبران میکند، این حال معلوم نیست. یگان متصدی آمده حالی با ما کارهای فهمانده دهه نداد است. من فکر میکنم که دهه غیلان از ازل این عرف عادت های نگه داشته آمده بود. حتی عرف عادت های لینگویستیکی هم دارد. بعضی از خصوصیت های لینگویستیکی دهه غیلان در دیگر لهجه ها از بین رفته است. مثلا وجود داشتن دیفتانک ها و تریفتانک هایی که در دوره پارسی قدیم بود حالی هم در ما وجود دارد. همه جا دهه گویند، ما در ما ده میگویند. همه جا دهقان گویند، ما دهقان میگوییم. مثلا شماره 9 میگویند، ما 9 میگوییم، 9 میگوییم. این چیزها
حال جستجو کردن در کار. دیگر یک چیزی که باید تاکید کنم اینجا دیاجا هست، یک موضع با نام دیاجا هست. این دیاجا دیه جایی که یک وقت دیه بود. حالی حفریات‌های باستان شناسی به نقشه گرفتن. الکی و اگر با توریسم گویم گارنالیز گذارد شاید که اون چیز ناآموخته ماند. ما یک قبرستانی داریم، قبرستانی گچه مزار میگویند. اونجا یک قبرستانی که به عرف و عادت زردشتیان گورانیده شده است. سال گذشته همه یک بار همون حفریات شناسان آمدن یک قبر گشادن و هم به نقشه گرفته از اکادمیای ازبکستان اجازت گرفته آمده. حالی و هم باید حفریات گذرانند. اون موضوعی که قلن گفتیم حالی و یک کارهای پیش بینی کرده شده لیکن در عمل حالی حفریات های جدی گذرانده نشده است. باید یک گروه حفریات شناسان بیاند و اونجا باستان شناسان آمده اونجا آموزند. من فکر میکنم که همین چیز اول آموخته شود، نظر متخصصان گرفته شود برای همین چیز. چون که من وقتی که ما اتنو توریسم تشکیل میکرد باید حکومت کمیسه های مخصوص آمده آموختن، قریب 2-3 ماه آموختن، با مردم هم صحبت شدن. بعد اون چیزا با امضای عریپوف سروزیرمان محترم عریپوف پیاده کردن دستوره. خلاص کلام اگر هر یک موضع ازبکستان نه اینکه غیلان بلکه کول یا که دیگر ولایت ها دیگر من اون طرف ما بایسون است سمالیات پره دیگه میگویند اگر من این طرف راست رویم ما خواجه پیریخ است قله‌ای که 4415 متر از سطح بر بلند است و هم میتوان بام ازبکستان گفت. در این دره های بی پایان، دیه های بی پایانی که در کوهستان ازبکستان است، هر یک این دارای تاریخ هستند. هر یکی میسازد که یک گروه ها تشکیل کرده شده این دیه ها تا آموزند. خلاص کلام تاریخ مختصره که این دیه اگر از جهت های پهلوهای فرهنگی و هنری و باستان شناسی و گیریم این موضوع های علاهده است. من یک موضوع عمومی مختصرک داده برآمدم. همین ده خلاص کلام. آباد باشید، سلامت باشید.